بیش از 6 دهه ایزوسیانات‌ها کاربردی‌ترین ماده پلیمری جهان بودند. پلیورتن‌ها یکی از مشتقات ایزوسیانات‌ها از ترکیب دو ماده خام پلیورها و ایزوسیانات‌ها تشکیل شده‌اند و مهمترین ویژگی آنها قابلیت ترکیب شیمیایی بالا و تولید طیف وسیعی از کالاهای متنوع است. اساس صنایع مرتبط با ایزوسیانات‌ها تأمین سلامت آدمی و حفظ محیط زیست انسان‌ها و برخورداری از مدیریت مسئولانه در تمام مراحل تولید، از تهیه مواد خام تا توزیع و عرضه نهایی محصولات است. از مشتقات ایزوسیانات‌ها در تولید ابر و اسفنج، صنایع کفش‌سازی، روکش‌های مختلف پلیورتان و الاستومرهای آن، انواع چسب و درزگیر و نیز در صنایع الکترونیک و صنایع ساختمان استفاده می‌شود. اکنون شرکت پتروشیمی کارون در اولین مشارکت پتروشیمیایی 3 کشور ایران، سوئد و آلمان پس از انجام تشریفات قانونی و انعقاد قراردادی در ماه مارس 2002 فعالیت خود را برای ایجاد خط تولید این ماده شیمیایی ارزشمند آغاز کرده است. در این طرح 3 شرکت هانزاشیمی آلمان، کماکور AB سوئد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران فعالیت دارند. مخازن عظیم هیدروکربور ایران و ظرفیت‌های فنی، علمی و صنعتی شرکای خارجی حرکتی عظیم و سازنده را در جهت اعتلاء رشد صنعتی و تحقق توسعه پایدار شکل خواهد داد. حجم سرمایه‌گذاری این طرح 381 میلیون یورو و مکان اجرای آن سایت 2 منطقه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر در زمینی به مساحت 34 هکتار میباشد. با ورود تولیدات شرکت پتروشیمی کارون به چرخه صنایع داخلی کشور و صادرات آن به خارج، تحولی اساسی در صنایع تولیدی کشور پدید خواهد آمد. کالاهای تولید شده از ایزوسیانات‌ها با ماندگاری، دوام، زیبایی و بهره‌گیری از حداقل مصالح و قابلیت بازیافت و حفظ انرژی موجب کاهش اتلاف هزینه‌های ملی، تولید متنوع کالاها و اشتغال نیروی کار در کشور خواهد شد.